فصل 13. نهایی کردن فروش. سالها پیش یک فروشنده بیمه قرار ملاقاتی با هنری فورد ترتیب داد. او موفق شد به بزرگترین سازنده اتومبیل در دنیا بیمه نامه‌ای با سرمایه $1,000,000 بفروشد. چند روز بعد یکی از دوستان فورد که ظاهراً در کار بیمه بود این مطلب را شنید و به فورد گفت چرا از من بیمه نخریدی؟ فورد جواب داد چون از من نخواستید. درخواست کنید. نهایی کردن فروش مهمترین مرحله فرایند فروش است. اگر کسی سراسر یک دریاچه بزرگ را شنا کند ولی در 10 متری ساحل از شنا کردن باز ایستد، غرق خواهد شد. او به چه چیزی دست یافته است؟ هیچ. کار او چشمگیر بود، اما در نهایت شکست خورده بود. بیشتر فروشنده ها در این مرحله نهایی و بسیار حساس شکست می‌خورند، زیرا درخواست نمی‌کنند یا به شیوه نادرستی متوسل می‌شوند. مهدی می‌گوید رمز موفقیت این است که جسورانه عمل کنید. در ادامه تکنیک‌های مهدی را در نهایی کردن فروش مطرح می‌کنیم. 1. مهیا کردن مقدمات. مهدی همیشه انتظار فروش قطعی داشت. همیشه فرم پیشنهاد را آماده و در دسترس داشت و به محض نمایان شدن نشانه‌ها و علائم خرید شروع به تکمیل آن می‌کرد. این کار به شما دلگرمی و اعتماد به نفس می‌دهد و به مشتری بالقوه نشان می‌دهد شما به دنبال معامله هستید. 2. شناسایی عذرها و بهانه‌ها. از نظر مهدی همه مشتریان بالقوه به بیمه نیاز دارند و دارای توان پرداخت حق بیمه معینی هستند. اعتراض رایج را فهرست کنید و آنها را بررسی کنید. مهدی میگوید اگر تمام عذر بهانه‌های مشتری‌ها را بشماریم احتمالاً در نهایت به عدد 20 می‌رسیم. به فروشندگان تازه‌کار توصیه می‌کنم که بر هر عذر و بهانه محتمل چیره شوید و در ذهن خود برای هر بهانه‌ای پاسخی در نظر بگیرید. هنگام مواجهه با عذر و بهانه جدید به یک فروشنده حرفه‌ای و مجرب مراجعه کنید تا بدانید که در مقابل آن چه واکنشی باید داشت. پس از ملاقات 20 مشتری و 20 عدد عذر و بهانه مختلف به زودی پاسخ همه آنها را خواهید یافت. آنها را فهرست کنید و واکنش مناسب در مقابل هر کدام را داشته باشید. 3. نهایی کردن فرضی فروش. در این تکنیک به فرایند تصمیم گیری مشتری کمک می کند به طور طبیعی به سمت تصمیم خرید پیش برود و بدون اینکه از مشتری به صورت مستقیم بخواهد، به صورت فرضی از مشتری می خواهد که به خرید فکر کند. این تکنیک به طور خاص در زمان نزدیک شدن به پایان فروش استفاده می شود و معمولاً با جملاتی از قبیل پرداخت سالانه راحت تر است یا 6 ماهه همراه است که به مشتری حس می دهد که خرید آنها قطعی است. 4. تکنیک توافق ضمنی. این تکنیک همانند تکنیک نهایی کردن فرضی فروش است، اما جسارت بیشتری می‌طلبد. در این تکنیک فروشنده به صورت غیر مستقیم به مخاطب این حس را می‌دهد که آنها به خرید نزدیک هستند و به زودی خرید خواهند کرد. در این تکنیک فروشنده می‌تواند از جملات یا سوالاتی استفاده کند که نگرش مثبت مشتری نسبت به محصول یا خدمت اشاره دارد. مثال: مهدی به جای اینکه فرض کند مشتری تصمیم به خرید گرفته است، به او میگوید اجازه بدهید یک فرم پیشنهاد تکمیل کنیم و ببینیم شرکت چه میگوید. در این تکنیک به اصول زیر توجه کنید.
1. سوالات جهت‌دار بپرسید که پاسخ مثبت بگیرید از مشتری. 2. تاکید بر نقاط قوت محصول و اینکه چطور رفع نیاز می‌کند. 3. ایجاد تصویر مثبت و واضح از زندگی پس از داشتن محصول. 4. توجه به ارتباط غیر کلامی و زبان بدن و حالت چهره مثبت و اعتماد سازی. 5. سکوت کاربردی. در طول مذاکره مهدی از مشتری سوال می‌پرسد، سپس سکوت می‌کند و منتظر پاسخ می‌ماند و مذاکره را تا جایی هدایت می‌کند که مشتری احساس کند برای متعهد شدن به خود تحت فشار روانی است. جرأت داشته باشید، سکوت اختیار کنید تا از نتایج مثبت آن شگفت زده شوید. 6. اعتبار دادن به مشتری. مهدی با یادآوری گفته‌ها و توافقات مشتری و دادن بازخورد به مشتری خود اعتبار می‌دهد و مشتری متقاعد می‌شود که ایده خرید برای خود او بوده است. 7. پرسیدن یک سوال. بهترین کاری که میتوان انجام داد چیست؟ این تکنیک ریشه در علاقه به من وجودی انسان دارد. کافی است مشتری باور کند که ایده شما ایده خود اوست. در این صورت با کمال افتخار تا پایان از آن دفاع خواهد کرد. یکی از همکاران مهدی همین تکنیک را برای فروش بیمه به یک افسر پلیس به کار گرفت. فروشنده گفتگو را چنین آغاز کرد: گروهبان برانول، تو به عنوان مجری قانون بیشک از نیاز به محافظت و حمایت در جامعه امروز آگاه هستی. برانول بی تردید پاسخ داد: بله، البته. امنیت شهری خدمتی است که مردم بدون آن قادر به ادامه زندگی آن نخواهند بود. فروشنده متروپولیتن موافقت خود را اعلام کرد. کاملا درست است. گروهبان برانول، آرزو دارم مردم آگاهی بیشتری درباره حمایت برنامه‌ریزی شده داشته باشند. همانطور که گفتیم ما نمیتوانیم بدون آن زندگی کنیم. هنگامی که راجع به بیمه صحبت میکنم باید تو رو با همراه خودم ببرم. بیمه نمونه دیگری از حمایت برنامه‌ریزی شده است. چون شما از ارزش حمایت و محافظت آگاه هستید، طبیعتاً دوست داری برای خانواده‌ات بیمه تهیه کنی. ای کاش دیگران میتوانستند مانند تو این راه حل را تشخیص دهند. برانول اکنون چه میتواند بگوید؟ آیا بگوید به حمایت اعتقادی ندارد؟ او قبلا گفته است که به حمایت معتقد است. بگوید که نمیخواهد خانواده خود را بیمه کند و آن هم پس از اینکه به خاطر دیدگاهش درباره این موضوع ستایش و تمجید شده است؟ محال است. بنابراین او قرارداد بیمه را امضا می‌کند. به خاطر داشته باشید که مشتری شما بر اساس تصورات نادرست پیش از دادن پاسخ مثبت پاسخ منفی خواهد داد. اما برای فروشنده حرفه‌ای این نه واقعاً به معنی نه نیست. اصول ارزشمند مهدی را در حرفه خود به کار گیرید. البته عملی کردن آن شجاعت می‌خواهد. حرف آخر، فرمول موفقیت شما. مهدی میگوید اگر رمز و رازی برای موفقیت وجود داشته باشد این است که خداوند به نصیحت کننده پاداش میدهد، اما به کسی که به آن توصیه عمل میکند 1000 برابر بیشتر. هرگز سعی نکنید تمام مطالب گفته شده در این کتاب را به کار ببرید. فقط آنهایی را به کار ببرید که با طبیعت و نیازهای شما هماهنگ هستند. آنها را انتخاب کنید. 5 اصل مهدی را همواره به خاطر داشته باشید و به کمک آن نقاط ضعف خود را برطرف ساخته و نقاط قوت خود را تقویت کنید. 5 اصل.
1. صداقت را پیش خود سازید. صداقت هیچ جایگزینی ندارد. 2. خود را جای طرف مقابل بگذارید. بخشنده باشید. همدلی کنید. 3. قدرت در دانش است. گام اول در برنامه‌ریزی یعنی دانش اندوزی. برنامه مستمر است. هرچقدر تجربه و رویدادهایی مانند مذاکره فروش و دوره‌های فروش بیشتر باشد، برای شما امتیاز بیشتری خواهد داشت. بکوشید همه روزه چیز جدید یاد بگیرید. 4. کار مایه لذت است. کار را زودتر از دیگران آغاز کنید و روز خود را زودتر شروع کنید. در اون صورت به صورت راحتی قادر خواهید بود زمان را مدیریت کنید. 5. هرگز مایوس نشوید. هیچ چیز ناممکن نیست. کارهای بزرگ نه به وسیله قدرت بلکه با پشتکار انجام می شود. تا در کاری موفق نشدید آن را رها نکنید و فقط پس از موفق شدن می توان آن کار را کنار گذاشت. مهدی و امثال مهدی به موفقیت دست می یابند زیرا حاضرند بهای آن را بپردازند. علاقه ذات به خویشتن خویش و میل به پیشرفت آنها بسیار زیاد است و به آنها کمک می کند تا برای رسیدن به موفقیت سخت کار کنند. آیا شما هم مایلید بهای این موفقیت را بپردازید؟ آمار ثبت شده فعالیت و دستاوردهای شما نشان دهنده درستی کلام و کار شماست. پایان. خب دوستان عزیز، ما با همدیگه 14 فصل کتاب دکتر فرخارزاده رو خوندیم، کنار همدیگه مطالعه کردیم، گوش دادیم. خب به روزای اول به یه سبک دیگه بود. اول خوانش میکردیم، بعد تحلیل میکردیم، بعد من به این نتیجه رسیدم که بخوام یه خورده زمان رو کوتاه‌تر کنم و سعی کردم که خلاصه و چکیده مطالب بگم. البته این خلاصه و چکیده‌ای که گفته شده همراه با تحلیل‌های خود من بوده. من متن کتاب رو که بذارم متوجه میشین که صحبتی که من با عنوان خلاصه میکنم تحلیل خودم هم داخلش هست. یعنی وقتی راجع به فرضاً امروز تکنیک ضمنی فروش دارم صحبت میکنم، اونها داخل کتاب نیست. اون خلاصه‌ای هستش که اون تحلیل خودم هستش که اضافه کردم برای اینکه شما بهتر بتونید یاد بگیرید. کتاب بسیار خوبی بود. در آخر کتاب همونجوری که خود نویسنده و مترجم کتاب اشاره کردن، نکته جالبی گفتن ما نیاز نیست که از همه تکنیک هایی که در یک کتاب میخونیم استفاده کنیم. مهم این هستش که ببینیم که خودمون با کدوم تکنیک راحت تر هستیم، نیاز جامعه خودمون رو ببینیم و اون تکنیک رو برای خودمون برداریم و ازش استفاده کنیم. به نظر من هر فروشنده میتونه یک روش منحصر به فرد برای خودش در فروشش و کسب و کارش داشته باشه. امیدوارم که شما هم اون روش منحصر به فرد خودتون رو تا الان پیدا کرده باشید و اگه پیدا نکردین فکر کنین که ببینین که روش منحصر به فرد شما چیه که باعث وجه تمایز شما با بقیه فروشنده ها میشه. و کاری که در آخر این کتاب اومده گفته که ما خودمون آینه خودمون هستیم. اگر میخوایم که ببینیم که آیا مسیری که رفتیم درست بوده، آیا مسیری که داریم میریم درسته، گاهی وقتا نیاز وایسیم، نگاه کنیم، برگردیم عقب، به دستاوردامون نگاه کنیم، به نتایجمون نگاه کنیم. اگر اون نتایج و دستاوردا ما رو تا اینجا آورده ازش خوشحالیم، یعنی داریم مسیر درست میریم. اگر من اینجایی که وایسادیم این دستاوردهایی که الان به دست آوردیم
ما رو خوشحال نمیکنه، ازش راضی نیستیم، داره به ما نشون میده که فلانی راهتو عوض کن، مسیر اشتباه آمدی، دوباره از نو شروع کن. شجاع باشین، از دوباره شروع کردن نترسید. هر جایی احساس کردین که قرار هستش که دوباره اتفاقات جدید بیفته و نیاز به بازنگری دارین، حتما این کار رو انجام بدین.